در جنوب آسیا دو رقیب قدرتمند قرار داره. میتونم بگم یکی هند و دیگری پاکستان. اما کدام یک ارتش قوی تری دارد؟ امروز با یک مقایسه کامل و بی‌طرفانه همراه ما باشید. هند با بیش از 1.4 میلیارد نفر جمعیت یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان داره، یعنی 1,450,000 نیروی فعال. و همینطور پاکستان هم با داشتن 220 میلیون نفر جمعیت 654,000 نیروی فعال داره. و در این بخش میتونیم بگیم که هند با برتری کامل روبرو هست. بریم سراغ بودجه نظامی. بودجه نظامی هند در سال 2025 حدود 75 میلیارد دلار است، در حالی که پاکستان حدود 11 میلیارد دلار در سال 2025 بودجه نظامی داره و ما دوباره شاهد برتری کامل هند حتی در این بخش هست. نیروهای زمینی: هند بیش از 4500 تانک فعال داره و پاکستان هم حدود 3700 تا. یکم محاسبه کنیم می‌بینیم که هند نسبت به پاکستان 700 تانک بیشتر داره و در بخش توپخانه‌ها و راکت اندازا هم هند برتری داره. دیگه نوبتی هم باشه نوبت نیروی هواییه. نیروی هوایی هند شامل رافائل و SU-CMK-I است. پاکستان هم از GF-17 و F-16 استفاده میکنه مثل ایران ما. و هند هم حدود 600 جنگنده فعال داره و پاکستان هم حدود 400 تا. بازم در این بخش هند برتری نسبت به پاکستان داره. به این سراغ نیروی دریایی. راستی بخوام یه چیزو بهتون بگم. قدرت نیروی دریایی هند انقدری بالاست که نیروی دریایی پاکستان حتی 1/10 نیروی دریایی هند نیست و نمیشه. هند با پیش از 150 ناو وزیر دریایی هسته‌ای در دریاها برتری داره. نیروی دریایی پاکستان هم کوچکتره اما میتونه کارآمد باشه. و بهتون بگم که پاکستان ناو جنگی نداره و قوی ترین نیروی دریایی اونها هم زیردریاییه که حدود 5 زیردریایی داره. در بخش قدرت هسته‌ای هم هر دو کشور دارای تسلیحات هسته‌ای یا همون بمب اتم هستند، ولی هند سیاست عدم استفاده اول رو داره و پاکستان تاکتیکی تر عمل میکنه، یعنی هر موقعی که نیاز باشه عملش رو انجام میده، ولی هند عدم استفاده اول رو داره. هر دو کشور قدرت‌های مهمی هستند، اما از نظر تعداد، بودجه، تنوع و تجهیزات هند برتری نظامی داره. البته درگیری نظامی همیشه عواقبی خطرناکی داره و خلاصه صلح بهترین گزینه است. بچه‌ها ساب یادتون نره. بدرود.